پس از آنکه اسرائیل دیگر باره بمباران موضع‌های حماس را در غزه از سر گرفته است، چندی از خانواده‌های فلسطینی روز یکشنبه در بیمارستان شهیدان الاقصی در دیر البلح به یاد قربانیان این حمله نو جمع آمدند. امریکا تصدیق کرد که اسرائیل به درخواست واشنگتن برای کم کردن تلفات غیر نظامیان گوش می‌دهد. آنها خریطه آنلاینی مکان‌هایی را نشر کردند که آدمان می‌توانند برای امین ماندن از حمله‌ها به آنجا روند. نه همه نظامیان معاصر این کار را می‌کنند. اما اسرائیل و حماس تا حال میل ندارند که برای آتشبس نو و رهایی گروگان‌های بیشتر گفتگو کنند. مذاکرات ناکام شد زیرا حماس برای ترتیب دادن رویخط علاوگی زنان و کودکانی که به اطلاع ما در اسارت آنهایند راضی نشد تا اینکه اسرائیل رویخط را ارزیابی و ما توانیم آنها را مبادله کنیم. نیویورک تایمز در گزارش نوش گفته است که اسرائیل از نقشه حماس برای انجام دادن حمله تروریستی 7 اکتبر آگاه بود و آن را جدی نگرفت. به سوالهای مطرح کرده نشریه، وزیر امور استراتژی اسرائیل ران درمر به ABC گفت دیرتر هم که باشد باید جواب داده شود. در زمان جنگ یک پارچگی تمام نیروها برای نائل شدن به هدف مشترک همه ما خیلی مهمتر است. این هدف از بین بردن ظرفیت‌های نظامی حماس، خاتمه دادن به حکمرانی سیاسی آن در غزه و تضمین آنکه غزه دیگر به اسرائیل تهدید نمی‌کند. همچنین برگرداندن گروگان‌ها است. به عقیده درمر نابود کردن حماس در صلح منطقه را باز خواهد کرد. و در زمینه این صلح منطقه‌ای ما باید معلوم کنیم که چگونه می‌توانیم به حل نهایی سیاسی با فلسطینیان برسیم. در همین حال درمر افزود اسرائیل با آمریکا در مورد ضرورت کاهش تلفات غیر نظامیان در غزه و افزایش کمک‌های بشردوستانه به فلسطینیان موافق است.